سلام، من مملو هستم و ما اینجا سوالای درستی از خودمون میپرسیم. پلمپ جزای خلافکاره. آیا کافه ها واقعا خلافکارن؟ من امروز میخوام بهتون علت پلمپ های پشت هم کافه ها رو بگم. با من همراه باشید. اصلی ترین عامل پلمپ مجموعه در این سالها مسئله حجاب بوده. این پلمپ ها یکی از بزرگترین دغدغه کافه‌دارها در این سال هاست. به عنوان مملو من موظفم در مورد این قانون یک سری سوال مطرح کنم و از جواب به دست اومده یک سری نتیجه گیری انجام بدم. اولا اینکه معیار و سنجش پوشش درست در سالهای اخیر برای ارگان‌ها هیچ وقت شفاف و واضح نبوده. نه نپوشیدن‌ها کامل مشخص شده و نه پوشیدن‌ها. این معیارها در طی این همه سال بارها تسهیل شده و تغییر پیدا کرده و برای ما بلا تکلیفی به جا گذاشته. پوششی رو که یک زمانی به خاطرش تعهد گرفته میشد، دستگیری انجام میشد و مجموعه‌ها پلمپ میشدن، در حال حاضر و الان به عنوان پوشش درست به ما اعلام میکنن. این یعنی تمام پوشش‌های حال حاضر و پلمپ‌های این زمانه قرار 5 تا 10 سال آینده به عنوان الگوی درست به ما معرفی بشن. این از این موضوع. بریم سراغ مورد بعدی که خیلی مهم‌تره. مورد بعدی اینه که آیا یک کافه اصلا میتونه در نقش قوه اجرایی ظاهر بشه یا نه؟ آیا اصلا در این مسیر باید حرکت کنه یا رسالت واحد صنفی مثل کافه چیز دیگه ایه؟ دولت یعنی بزرگترین قوه مجریه با این همه منابع در طی این همه سال در زمینه مد نظرش نه تنها پیشرفتی نداشته بلکه پسرفت هم داشته. چرا یک واحد صنفی مثل کافه که میتونه در زمینه رسالت خودش مقدس عمل کنه باید جرم مسئولیت ارگان دیگه رو به دوش بکشه؟ آیا جایی تو کتابچه قهوه نوشته شده که فعالینش توان اجرای مقررات شکست خورده رو دارن؟ اصلا این انتظار از کجا به وجود اومده؟ جلوتر بهتون میگم. و جالب قضیه اینجاست که فعالین صنف خودمون هم حتی به این موضوع واقف نیستن. ببینید، از شروع اجتماعات بشری ما چیزی رو ساختیم به اسم قانون. قانون‌ها به وجود اومدن تا از هرج و مرج جلوگیری کنن و زندگی منظم و عادلانه‌ای رو رقم بزنن. قانون برای اجرایی بودن باید واضح و امکان پذیر باشه و باید مقبول جامعه باشه. اگر غیر علنی و مبهم باشه در حد حرف و روی کاغذ باقی میمونه. این سختگیری‌های حال حاضر و پلمپ‌های رگباری هم قراره تا چند سال آینده فراموشن یا باهاش فیلم‌های کمدی 30 سال دیگر رو تغذیه کنن. مثل خیلی از اتفاقای دیگه، مثلا پخش ویدیو یا VHS، مثلا ماهی اوزونبرون، مثلا شطرنج یا غیره. احتمالاً 30 سال دیگه قراره خیلی به این پلمپ‌ها تو فیلم‌ها بخندیم، ولی باور کنید الان جدی داره زندگی یه سری جوون رو و کسب و کارشون رو از هم میپاشونه. حالا گذشته از اینها بریم سراغ جواب سوالمون. اینکه کافه‌ها چرا پلمپ میشن؟ جواب این سوال یه دلیل علمی و خیلی مهم داره. در موردش تحقیقی انجام شده و من الان نتیجه این تحقیق رو باهاتون به اشتراک میذارم. در طول تاریخ و در علم جامعه شناسی این موضوع ثابت شده که قانونگذارها قانونهای شکافدار رو به فضاهایی با نظارت پایین انتقال میدن. به این پدیده اصطلاحاً منطقه اجرای کم مقاومت گفته میشه. یعنی کافه جاییه که هزینه اعمال قانون توش پایین‌تره. امکان اعتراض ساختاری هم کمتره چون طبیعتاً به هیچ جریان خاصی متصل نیست و مهمتر از همه میشه بهشون مسئولیت شکست رو انتقال داد. ضمناً کافه ها نماینده یه اتفاق نمادین بزرگ به اسم جمعیت هستن. جای شکلگیری و اسکان رفتارهای معنادار هستن. همچنین محل تردد جوونا هم هست. ولی در نهایت مسئله اصلی اینجاست که کافه ها پذیرای تمام مردم توی کوچه و خیابونن، همون مردمی که عضوی از این جامعه هستند. با پاک کردن صورت مسئله حل نخواهد شد. این منابعی که صرف پلمپ کافه ها شد شاید باید صرف فرهنگسازی ریشه‌ای برای رسیدن خواسته های ارگان ها به هدف نهاییشون میشد. و در آخر در کافه ها برای هر پوششی از هر فرهنگی در هر قشری همیشه بازه. این هم از جواب امروزمون. لایک، سابسکرایب، زنگوله و نوشیدن آب فراموشتون نشه. همیشه با مملو همراه باشید.